أمان الوجود بذكر الإله. سه چیزی که نتیجه اشان حتمی است. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. مرد ابوبکر خداوند از او راضی باد را ناسزا گفتن گرفت و حقارت بارانش کرد، ولی حضرت ابوبکر چیزی نگفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد ابوبکر نشسته بودند و تبسم کنان به خاموشی ابوبکر حسن توجه داشتند. اما چون آن مرد دشنام و سخنهای ناسزا را از حد زیاد نمود، ابوبکر خداوند از او راضی باد خاموشی را شکسته و برای آن مرد بعضی سخنهایش را جواب گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم غضبناک گردیدند و از جایشان برخاسته از آن مکان دور شدند. ابوبکر خداوند از او راضی باد در حال غضب پیامبر را احساس کرد و از جای خود برخاسته خود را به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسانید و گفت: ای پیامبر خدا، در حالی که آن مرد مرا دشنام می‌داد شما نشسته بودید، ولی وقتی که من جواب گفتم قهرتان آمد و از جایتان برخاستید. سبب چی بود؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: وقتی که خاموشی را اختیار کردی، آنجا فرشته حاضر گردید که از تو دفاع می‌کرد، ولی چون به او جواب دادی در آنجا شیطان حاضر گردید و من نخواستم که همراه شیطان بنشینم. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنهایشان را ادامه داده گفتند: ای ابوبکر، سه چیزی است که نتیجه اشان حتمی است. یکم، بنده ای که ستم کرده شد از جانب ستمگری، خداوند آن ستم را از او دور می گرداند و او را بر آن ظالم فیروز می سازد. دوم، بنده ای که به خاطر خداوند سخاوتمندی را اختیار کرده است، خداوند مال و داراییش را زیاد می کند. سوم، بنده ای که به خاطر زیاد شدن ثروت طمع را اختیار می نماید، خداوند به مال او نقصان را اضافه می نماید. بله برادر و خواهر عزیزم، این سه چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ابوبکر گفتند و این سه چیز به ما هم درس بشود تا که به کسی ستم نکنیم و سخاوتمند باشیم و برای زیاد شدن مال خود طمع را اختیار نکنیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.